بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی قدر، الحمدلله که باز هم توانستیم چند لحظه در این ماه مبارک در خدمت شما باشیم و موضوع امروزه ما درباره فضیلت ماه مبارک است. در حدیث پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم که راوی این حدیث امام مسلم است و از حضرت ابو هریره روایت می کند، می فرمایند: عن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم در این حدیث گوهربارشان می‌فرمایند که نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه دیگر و از رمضان تا رمضان دیگر بین اینها بخشش است از جانب الله مهربان، به شرط آنه که گناه کبیره از این نفر سر نزده باشد. و دوستان گرامی قدر، از بس که ما قرار داریم در ماه مبارک رمضان و اشاره ما هم در همین نقطه است که از رمضان تا رمضان بخشش است بین اینها و میخواهم دانسته باشیم که این کدام رمضان است، کدام روزه است که پیامبر رحمت این مکافات را برای ما روانه کردند، این مکافات را برای ما هدیه کردند از جانب خداوند که بخشش است که یک سال انسان اگر نقصان میکند، خطایی که میکند، گناهی که گناه خرد از او سر میزند، الله مهربان او را میبخشد. این چگونه روزه است؟ پیش از همه باید دانسته باشیم که روزه‌داری را که اصحاب پیامبر با تعلیم پیامبر رحمت و تابعین و تبع تابعین داشتند و روزه‌داری را که روزه را که امروز ما در امت اسلام میبینیم یک تفاوت هست که باید این را دانسته باشیم و خود را به مانند روزه‌ای که اصحاب پیامبر و تابعین داشتند چنین روزه را برای خود گرفته باشیم تا الله مهربان گناهان ما را بخشیده باشد. روزه‌ای که اصحاب پیامبر داشتند ببینید که شبها در قیام لیل بودند، شبها نماز میگذاشتند، تراویح میخواندند و این چنین روزها هم روزه میداشتند، هم در نبرد بودند، هم در ذکر و در تلاوت قرآن بودند و این چنین تابعین و تبع تابعین هم چنین عملها داشتند. حتی ما در سیرت علمای گذشته میخوانیم از تابعین و تبع تابعین که در یک روز قرآن را ختم میکردند و در یک ماه مبارک بارها قرآن را ختم میکردند و دیده می شود که هیچ لحظه فارغ در حیات آنها دیده نمی شد، خاصتا در ماه مبارک. و روزه‌ای که امروز ما در بین مسلمان ها می ببینیم که چقدر نقصان ها در روزه ما قرار دارد. همین است که تغییر در حیات ما نمی آید و روزه امروزه ما زیادی از وقت ما در بیهودگویی، در غیبت، در دروغ، حتی در شنیدن عملهایی که غیر اسلامی است، در شنیدن حرام سپری میگردد. همین که شبکه‌های اجتماعی در دست داریم میبینیم که زیادی از جوانها ساعتهای عمر خود را در این ماه مبارک در اینجا سپری میکنند. نه تنها این که وقت خود را بیهوده میگذرانند، بلکه از اینجا برای خود گناه به دست میآورند، بالای گناه خود باز هم گناه ضم میکنند و بعضی از فیلم های هست، بعضی از برنامه های هست در شبکه های اجتماعی که انسان را از راه الهی، از راه شریعت الهی دور میکند و در نتیجه نفران زیاد دیده می شود که از راه خدا دور گشتند، بلکه ساعتها با زنهای نامحرم صحبت میکنند، با روان کردن عکسهای غیر اخلاقی، حتی در فیلم هایی که عملهای زشت نشان داده می شود آنها را مشاهده می کنند. پس دوستان عزیز، اگر این چنین نفر روزه می دارد در زیر اشاره این حدیث داخل نمی شود، بلکه این حدیث گوهربار
روزه را که اینجا در نظر دارد همان روزه هست که گذشتگان ما روزه داشتند، با گفته های الهی، با ذکر خداوند و با عمل های نیک و نکویی به سوی پدر و مادر، با صدقه سپری میکردند. و اگر میخواهیم که ما نجات پیدا کنیم، این درس رو باید آموخته باشیم که ما چنگ بزنیم به گذشتگان خود، از تقوا و ایمان و اخلاص اونها استفاده کنیم تا اینکه این روزه مورد آموزش ما قرار بگیرد. و راه نجات زیاد است. یک چند راه نجات را از این بنبستی که ما قرار داریم علما بیان میکنند. یک از راه نجات ما امروز در این است که امام مالک رحمه الله میفرماید که لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. این امت نجات پیدا نمی کند مگر نجاتش در آن صورتی هست که خود را شبیه گذشتگان خود بگرداند، آنچنان روزه را که تابعین و تبع تابعین، آنچنان روزه را که گذشتگان ما با اخلاص و ایمان و تقوا سپری کردند، اگر ما چنین روزه را داشته باشیم، چنین خدا ترسی را داشته باشیم، حتما که در زیر این حدیث داخل خواهیم شد. این یک راه نجات است که ما باید چنگ بزنیم و حیات گذشتگان خود که چگونه آنها اسلام را از پیامبر رحمت آموختند و بر دیگران آموزانیدند و چگونه عمل کردند. و راه نجات دیگر این است، از این صورت، از این فتنه هایی که ما قرار داریم، از این حالتی که ما در آن هستیم، این است که جوانان ما بلکه مسلمان ها باید رفت و آمد خود را با اهل علم زیاد کرده باشیم. و اگر ما با اهل علم، با کسانی که اهل تقوا و اهل ایمان هستند یک جا شدیم، حتما که از علم آنها، از تقوای آنها استفاده خواهیم کرد. اگر کجایی که ما خطا میکنیم آنها ما را اصلاح میکنند. اینم راهی نجات بخشی من و شماست که با اهل علم رفت و آمد داشته باشیم، از علم آنها استفاده کنیم. نجات سومی که می شود اشاره کرد این است که الله مهربان جل جلاله میفرماید و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. صدق الله العظیم. الله مهربان در این آیت اشاره به این میکند، به این مکرهایی که بالای مسلمان ها تحمیل کرده شده است، این فتنه هایی که برای مسلمان ها آماده کرده شده است، از اینها نجات چگونه است؟ نجات اساس در این است که انسان ها باید به سوی خداوند صبر کرده باشند، در طاعت صبر کرده باشند و از معصیت با صبر خود را دور کرده باشند و تقوا را پیشه کنند، خدا ترسی را پیشه کنند، از خشم خداوند بترسند. اگر همین دو عمل در مسلمان ها دیده شود، یکی صبر و یکی ترس خداوند، حتما که اونها نجات پیدا میکنند. و آیت چنین اشاره میکند که اگر کسانی که شکیبا هستند، با صبر هستند و از الله میترسند، تقوا را پیشه میکنند، اونها را نه زیان دشمن و نه مکر دشمن ضرر نمیرساند، بلکه خداوند مکری را که مکاران میکنند احاطه کننده است و مکاران را خداوند ناکام میگرداند. دوستان گرامی، کوشش کنیم که ما از اهل تقوا باشیم، از اهل روزه را که گذشتگان ما داشتن چنین روزه را داشته باشیم و این راه نجات را با صبر و با تقوا و با راست گفتن و با راست رفتن و اگر از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنیم خیر استفاده کرده باشیم، در کمبودی هایی که در ما دیده می شود از دین الهی شنیده باشیم. اگر رفت و چنین روزه را ما داریم، حتما که خداوند ما را مورد آمرزش قرار می دهد. و در آخر همین نصیحت را کردنی هستم که از همین عملهایی که غیر شرعی هستند، صحبت کردن با زنهای نامحرم و از رقصیدن ها و کوبیدن ها، دیدن کردن، از اینها پرهیز کنیم تا اینکه این ماه مبارک را با سر بلند سپری کرده باشیم و روز قیامت دستگیر من و شما باشد. یک و یک شما را به الله منان می سپارم. الحمدلله رب العالمین.